خب من برگشتم با پارت دوم ویدیوی مهاجرت تحصیلی من و میخوام توی این ویدیو در مورد استپ 5 و 6 اپلای خودم باهاتون صحبت کنم و توی این ویدیو بیشتر از روی اسکرین باهاتون صحبت میکنم. بریم شروع کنیم. خب اومدیم اینجا که در مورد استپ 5 و 6 مهاجرت تحصیلی با هم صحبت کنیم. توی استپ 5 شما لازمه که دنبال دانشگاه‌ها بگردید. خب پیدا کردن دانشگاه‌ها برمیگرده به پیدا کردن مقصدتون که توی ویدیوی قبلی با هم صحبت کردیم و قطعا توی این مرحله شما یه دیدی از دانشگاه و کشوری که میخواین بهش سفر کنین دارین. حالا توی این زمینه من چه کاری انجام دادم؟ خب کاری که من به طور خاص برای پیدا کردن دانشگاه‌ها انجام دادم این بود که اسامی دانشگاه رو برای خودم توی فایل اکسل مرتب کردم. این کار به من این نظم و تایم رو میده که توی مراحل اپلایم گم نشم و هم ددلاین ها رو دستم باشه هم ریکوایرمنت ها رو و در مورد همه چیز حساب شده و مطمئن قدم بردارم. مثلا توی این فایل اکسل اسامی دانشگاه‌های کانادا رو لیست کردم و رنکینگ، شهرشون، تایمزونشون، اون تایم صبحشون به تایم ایران رو برای خودم لیست کردم. حالا توی این بخش من نیاز دارم که به سایت دانشگاه رجوع کنم. به سایت دانشگاه وقتی رجوع میکنین میتونین بقیه بخش‌های این اکسلتون رو پر کنین، مثل GPA مورد نیاز دانشگاهتون، اینکه GRE نیاز داره و چه نمره‌ای مورد نیاز قبولیشه، نمره زبانی که اون دانشگاه نیاز داره و همچنین اپلیکیشن فی که چه مقداری باید بپردازیم. همچنین من وبسایت و ادمیشن پیج هر کدوم از این دانشگاه ها رو برای خودم گذاشتم که سریعتر بتونم به هر کدوم از این وبسایت ها که خواستم دسترسی پیدا کنم. یه نکته مهم دیگه که وجود داره ددلاین هستش. من ددلاین ها رو هم برای خودم جمع آوری کردم که بدونم چه مقدار زمان دارم و از اپلای جا نمونم. این که میبینین الان توی اکسل من همه عدد ددلاین اینجا منفی هست، به این دلیله که من پارسال این اکسل رو برای اپلای خودم درست کرده بودم. همچنین مهمه که بدونین زبانی که اون دانشگاه تدریس میکنه و کار میکنه به چه زبانی هست. من نکات مهم رو برای خودم توی این اکسل جمع‌آوری کردم. خب همونطور که بهتون گفتم اسامی دانشگاه‌های کانادا یه تعداد مشخصی هست که به راحتی میتونین همش رو پیدا کنین. اما برای لیست دانشگاه‌های آمریکا من ارجاعتون میدم به این وبسایت ویکی‌پدیا تا اینکه از اینجا بتونین دانشگاه‌ها رو پیدا کنین. در واقع دانشگاه‌های آمریکا به چند دسته تقسیم میشن. یه سری دانشگاه‌های R1 هستن که توی این دانشگاه‌ها شما در واقع میتونین مدرک دکتراتون رو بگیرین و این R1 بیانگر اینه که این دانشگاه شما از لحاظ ریسرچ دانشگاه فعالی هستش که اسامیش رو میبینین، اینکه خصوصی یا عمومی هست و شهر رو در واقع ایالت هر دانشگاه رو میتونین اینجا داشته باشین که اینجا هم نقشش رو میبینین. دانشگاه‌های دسته‌بندی دوم دانشگاه R2 هستن که های ریسرچ اکتیویتی هستن و باز هم شما اینجا اسامی دانشگاه‌ها و حالا خصوصی یا عمومی بودنش رو میتونین اینجا ببینین. دانشگاه‌های دسته سوم دانشگاه‌های اسپیشال فوکس هستن. پس این وبسایتی هستش که برای پیدا کردن دانشگاه‌های آمریکا به دردتون میخوره. و خب علاوه بر این وبسایت ها یک منبع دیگه که شما باید مد نظر داشته باشین منبع وزارت علوم و حالا وزارت خود کشور هست. در واقع سرچ کنین که ببینین دانشگاه مقصدی که میخواین بهش مهاجرت کنین اپلای کنین مورد پذیرش وزارت علوم هست یا نه. خب حالا میخوایم بدونیم که چطوری اون اطلاعات رو از وبسایت دانشگاه‌ها استخراج کنیم.
کاری که باید انجام بدین اینه که به ادمیشن اون دانشگاه مراجعه کنین و با توجه به مقطعی که هستین روی اون در واقع مقطعی که میخواین اپلای کنین کلیک کنین. خب اگر که برای آندرگرجویت میخواین از ادمیشن آندرگرجویت اطلاعات رو استخراج میکنین و اگر برای مقاطع تحصیلات تکمیلی هستین وارد وبسایتی که مربوط به اون مدرک تحصیلتون هست میشین و توی این قسمت شما ریکوایرمنت هایی که مورد نظر هست برای رشته‌ای که میخواین رو به دست میارین که کمکتون میکنه آماده بشین تا اینکه بتونین برای اون دانشگاه اپلای کنین. یکی از راحت ترین راه ها برای سرچ کردن اینه که شما گریجویت ادمیشن اسم دانشگاه و دانشکده‌ای که هستین رو سرچ کنید. مثلا من برای دانشگاه کنتاکی رو اینجا براتون سرچ کردم. خب وارد دانشکده مهندسی میشم و از بخش گریجویت میبینم که حالا مثلا اینا DGS دانشکده چه کسی هستش و وارد بخشی میشم که معمولا ما بیشتر میخوایم براش اپلای کنیم. خب نیازهایی که این دانشگاه برای اپلیکنت های خودش داره رو اینجا برامون لیست کرده. مهمترین بخش هر اپلیکیشنی سی وی اون دانشجو هستش در واقع که باید حالا این نکاتی که اینجا نوشته رو در بر داشته باشه که این کمک میکنه سی وی مناسب با این دانشگاه فراهم کنیم. دومین مدرکی که میخواد پرسونال استیتمنت یا همون انگیزه نامه‌ای هستش که شما باید بنویسین و بک‌گراند و نمره های آزمون زبان و همچنین GRE که مورد پذیرش این دانشگاه هست و حالا تعداد ریکام هایی که میخواد، صفحه Graduate School Admission Requirementش و همچنین ددلاین. ددلاین یکی از مهمترین اطلاعاتی هست که شما از هر دانشگاه باید استخراج کنین و توی فایل اکسل خودتون وارد کنین. من وارد اون در واقع اپلیکیشن پروسسی میشم که برای گریجویت ها هست و اینجا بیشتر و دقیق تر اون اطلاعاتی که این دانشگاه، اون ریکوایرمنت هایی که این دانشگاه برای اپلیکنت های خودش داره رو میتونین مراجعه کنین و میتونین اینجا مهمترین اطلاعاتی که نیاز دارین رو پیدا کنین. مثلا مینیمم GPA undergraduate، مینیمم GPA graduate رو پیدا میکنین توی اسکیل 4 و میبینین که چه اطلاعاتی رو این دانشگاه نیاز داره و همچنین میتونین نمرات آزمون ها رو اینجا داشته باشین و باقی اطلاعات مثل اپلیکیشن فی که برای اینترنشنال استودنت ها چه میزانی هست، لیست GRE که ویو شده برای چه رشته هایی رو میتونین اینجا داشته باشین و مهمترین نکات رو برای خودتون جمع‌آوری میکنین و توی اکسلتون مینویسین. همچنین اگر که این بخش سمت چپ اسکرین رو نگاه کنین شما اطلاعاتی در مورد اسکان اون شهری که دارین براش اپلای میکنین، پروگرام ها و زندگی توی اون شهر رو هم میتونین ببینین. همچنین اگر که برای آندرگرجویت اپلای میکنین میتونین وارد وبسایت ادمیشن برای آندرگرجویت ها بشین و حالا اگر که مدارکتون آماده است اپلای رو انجام بدین. صفحه اپلای هم به این شکله و اگر که ترانسفر استودنت هستین روی استارت میزنین و معمولا هم اگر که اولین بار باشه که بخواین اپلای کنین باید ابتدا اکانت خودتون رو بسازین که ایمیلتون، اسم و فامیل و تاریخ تولد رو وارد میکنین و وارد مرحله بعدی میشین که اطلاعات تکمیلی رو ازتون میخواد که وارد کنین و در نهایت این پروسه اون فایل شما ساخته میشه و دانشگاه اون رو بررسی میکنه. اینجای کار شما اسامی دانشگاه و اطلاعات ادمیشن رو لیست کردین و آماده دارین. حالا وارد بخشی میشین که شما بخواین اساتید اون دانشگاه رو که مرتبط با خودتون، مرتبط با رشته‌تون هستن رو پیدا کنین و پروسه ایمیل زدن رو
توی این زمینه انجام بدیم. کاری که خودم انجام دادم این بود که توی فایل اکسل خودم اومدم شیت هایی رو اضافه کردم و استادهایی که برای رشته خودم پیدا میکنم رو اینجا لیست کردم. ما از راه‌های مختلفی میتونین اساتید رو پیدا کنین. مثلا با خوندن مقاله های مرتبط با حوزه و فیلد خودتون میتونین خب اسامی استادها رو و دانشگاه ها رو یک دید کلی داشته باشین. کاری که خود من انجام دادم این بود که برای هر دانشگاه اون اساتیدش رو سرچ میکردم و وارد وبسایت دانشگاه میشدم. وقتی وارد وبسایت دانشگاه میشین، علاوه بر اینکه اطلاعات کلی و مهمی در مورد دانشگاهی که دارین در موردش سرچ میکنین به دست میارین، به استادهای اون دانشکده هم دسترسی پیدا میکنین و با توجه به فیلدی که هستین استاد مربوطه رو پیدا میکردین. اینجا به طور خاص من وارد در واقع صفحه استادهای این دانشگاه شدم. خب وقتی که وارد این صفحه میشین اینجا میبینیم که برای هر استاد به طور خاص ننوشته که دقیقاً روی چه زمینه‌ای کار میکنه. پس روی هر استاد کلیک میکنیم و وارد صفحه هر استاد میشیم. مثلا این استاد من وارد میشم و کارهایی که مشغول هست رو میبینم. همچنین باید اینو در نظر بگیریم که بعضی از استادها وبسایت شخصی دارن و خیلی خوب و مهمه که به وبسایت هر استاد هم مراجعه کنین و ببینین که چه کارهایی رو داره انجام میده. خب این استاد من اطلاعات پیجش رو نگاه میکنم. مهمترین بخش پیج هر استاد بخش ریسرچ اینترست هر استاده. به این دلیل که شما به طور خلاصه میتونین ببینین که این استاد روی چه زمینه هایی کار میکنه و اگر که ریسرچ اینترست این استاد با کاری که شما انجام دادین یا خواهید انجام داد یکی باشه، در واقع میتونین باهاش ارتباط بگیرین و بهش ایمیل بزنین. خب شما این استاد رو میبینین، حوزه‌ای که کار میکنه رو میخونین و چه اطلاعات مهمی رو از این صفحه شما باید بردارین. خب این که اسم و فامیل استاد رو باید کپی کنین، ایمیل استاد رو و همچنین ریسرچ اینترست های هر استاد رو شما در نظر میگیرین. وارد صفحه استاد بعدی میشیم. این هم ایمیلش رو توجه میکنین، اسم و فامیلش رو و اگر که نگاهی به مقالاتش قبلا انداختین حالا چقدر خوب، و اگر که نه نگاه میکنین و مهمترین بخش باز دوباره به شکل خلاصه این ریسرچ اینترست رو مورد بررسی قرار میدین و اگر که ریسرچ اینترست این استاد با شما یکسان بود نکات مهم رو کپی میکنین. مثلا شاید شما توی این زمینه کار میکنین، اینو کپی میکنین. همچنین استاد بعدی اسم و فامیل و در واقع وبسایت هر استادی رو نگاه میکنین، ایمیلش و ریسرچ اینترستش رو کپی میکنین. حالا میریم روی اکسل. خب شما حالا اسم استاد و پوزیشنی که داره و ایمیلش رو تا اینجای کار فهمیدین و کپی کردین. میان یه شیتی به اسم اون دانشگاه باز میکنین و اسم استادها رو، پوزیشنشون، ریسرچ اینترستشون و ایمیلشون رو و حالا اگر که خواستین در واقع لینک سایتشون رو اینجا برای خودتون نگهداری میکنین. دلیل اینکه این کار رو انجام میدین اینه که شما یه زمانی شروع میکنی به ایمیل زدن و خب وقتی این اکسل رو داری به راحتی مراجعه میکنی، اسم استاد رو، آدرس ایمیلش رو و زمینه های کاریش رو از اینجا برای خودت برمیداری. همچنین خیلی خوبه که چند تا ستون رو اضافه کنین که تاریخی که بهش ایمیل میزنین رو هم توی این ستون ها برای خودتون یادداشت کنین که بدونین چه زمانی قراره به این استاد شما ایمیل بزنین و باهاش ارتباط بگیرین. خب توی این ویدیو من تلاش کردم که اطلاعات مهمی که در مورد پیدا کردن دانشگاه و استادهای مربوط به رشته خودتون رو بهتون بگم تا اینکه بدونین چطوری بهتر توی مسیر اپلایتون کار انجام بدین. حالا در مورد کاری که خودم انجام دادم با توجه به اینکه مقصد اروپا برای من حذف شده بود، من اطلاعاتی در مورد اروپا نداشتم که توی این ویدیو براتون در موردش صحبت کنم و با توجه به اینکه روی کانادا و آمریکا کار کرده بودم و
سرچ انجام داده بودم، در مورد این دانشگاه ها باهاتون صحبت کردم. توی مسیر اپلایم من به دانشگاه های زیادی رسیده بودم، یعنی تعداد خیلی زیادی دانشگاه بود که من برای خودم لیست کرده بودم و استادهای بسیار زیادی رو پیدا کرده بودم و همه اینا رو توی فایل برای خودم جمع کرده بودم. یه زمانی بود به نگاه میکردم و میدیدم که من چقدر زیاد استاد جمع کردم، چقدر دانشگاه‌های زیادی رو من بررسی کردم. آیا واقعا نیازه که من این همه داده برای خودم جمع آوری کنم؟ و واقعیتش اپلای و مهاجرت تحصیلی خیلی وابسته به شانسه. توی این مراحل که شما اساتید رو بررسی میکنین، دانشگاه ها رو پیدا میکنین، ممکنه توی اولین ایمیل، توی اولین اپلای شما نتیجه بگیرین، اما ممکنه که بعد از 300مین ایمیل شما از یه استادی در واقع پذیرش رو بتونین بگیرین. من خودم تمام دانشگاه‌های کانادا رو چک کردم، اساتید رو طبقه بندی کردم و همچنین برای آمریکا اون مقاصدی رو که برای خودم انتخاب کرده بودم و دوست داشتم که توی اون دانشگاه‌ها و توی اون ایالت‌ها زندگی کنم رو برای خودم لیست کرده بودم و تعدادش رو نمی‌شمردم، چون در واقعیت هر چه تعداد بیشتر بهتر. اما اگر که شما وابسته به رنکینگ، وابسته به استاد و وابسته به چیزهای زیادی مقاصد خودتون رو انتخاب میکنین، خب در همون حین این اکسل رو برای خودتون پر میکنین. این کاری بود که من انجام دادم و خیلی این نظم و داشتن یه فایل مرتب به من کمک کرد، چه در مراحل ایمیل زدن، چه در مراحل جواب گرفتن و یا اینکه بخوام یه مقصد رو حذف کنم یا یک دانشگاه رو دوباره بررسی کنم. این خیلی بهم کمک کرد و پیشنهادم اینه که حتما این فایل بندی و اکسل درست کردن رو جدی بگیریم. این ویدیو رو با همین 2 استپ به پایان میرسونم. خیلی ممنون که ویدیوی من رو نگاه کردین و اگر هم دوست داشتین مرسی، اگر که حمایتم کنین. خدافظ.